خبر و گزارش رو معرفی میکنم. امروز 26 سپتامبر این موضوع را داریم. یک وکیل مدافع بلاروسی تصدیق کرد که فعال مخالفین توجیک در راه به نشست ورشو بازداشت شده است و آنها از حقوق او حمایت میکنند. بعد بحث‌های زیاد در تاجیکستان بانک اسلامی فعال می شود. آیا تبعید بانک انتظاراتی صاحبکاران را برآورده خواهد ساخت؟ از 25 26 تا 30 چند فایزهای بانک‌های ما که هیچ ممکن نیست اینها به کار کردن. کارخانه‌ای که نوتأسیس و پزشکان کویش تولد را در تاجیکستان همچون پیشرفت جلو می‌دهند. تاجیکان عنعنوی پیشگیری از آبستنی و اسقاط حمل را درست نمی‌شمارند. خداوند میدونه چی چیز دیگه چی دولت یک فرزند یک نعمت بی‌بهاست. 25 سپتامبر فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اطلاع پخش نمودند که یکی از فعالان آنها در راه به سوی نشست در مرزی بلاروسیا و لیتوا بازداشت شده است. مخالفین تاجیک تخمین میکنند که او با درخواست تاجیکستان دستگیر گردید. در صحبت با رادیو آزادی حامی حقوق بشر بلاروس از سازمان هیومن کانستانت این اطلاع را تصدیق کرد. فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. حالا او در بازداشتگاه شهر سمورگانی ولایت گرودنا نگهداری می شود. ما پرونده او را پیگیری و تلاش میکنیم که از حقوق او حمایت کنیم تا که شکنجه نشود. حالا یک نگرانی ما این است که او را به روسیه استرداد نکنند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. می توانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود. سالهای گذشته نیز مخالفین توجیک اثنای رفت آمد به نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا بازداشت شده بودند. از جمله یکی از فعالان مخالفین میرزا رحیم کوزوف در فرودگاه بین‌المللی شهر افین یونان دستگیر شده 2 ماه در بازداشتگاه این کشور به سر برد. ولی در نهایت یونان از استرداد او به تاجیکستان خودداری نموده او رها گشت و امسال در نشست ورشو حضور داشت. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. بعد بحث‌های تقریباً 10 ساله در تاجیکستان از ماه نوامبر امسال نخستین بانک اسلامی به فعالیت می‌پردازد. شهروندان امیدوارند که به آنها سبکی در گرفتن قرض و امکانات بیشتر داده می‌شود. اکثر مشتریان بانک‌های معمولی تاجیکستان از بهره‌های بلند شکایت می‌کنند. دیروز نشست مطبوعاتی بانک اسلامی توحید بانک دایر شد و خبرنگاران ما ویژگی‌های همکاری با این مؤسسه مالی را پرسجو کردند. با هدف دریافت قرضی بی‌گرو برای آغاز تجارت خود، سفرگل شریفова و بعد توحید بانک اولین بانک اسلامی در تاجیکستان مراجعت کرد. سفرگل میگوید میخواهد یک کارخانه دوزندگی تأسیس دهد. برای عملی ساختن این طرح او به 9 میلیون سومانی نیاز دارد. فایزهای بلند از 25 26 تا 30 چند فایزهای بانک‌های ما که هیچ ممکن نیست اینها به کار کردن. کارخانه‌ای که نوتأسیس. نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان از روزهای اول فعالیت به موج مراجعت‌ها روبرو شده است. اما نه همه چیزی که مردم انتظار دارند به این نظام موافقت می‌کند. اکثر مشتریان برای قرض حسنه یا قرض بی فایز و بدون علاوه پولی و سرمایه‌گذاری به لایحه‌های صاحبکاری در این بانک را می‌کوبند. برای مشورت میان. بسیار اکثریت مردم دانش‌های مالیوی، عاید بانکداری اسلامی، مکانیزمی مبلغ گذاری، مکانیزمی مثال همکاری را ندارند و پروسس مشورت خیلی مثال شدید رفته است. بعد گرفتن اجازه‌نامه قریب تمام کارمندان ما هر روز تا 30 تا 40 نفر فقط خواهشمندان آمده کنسولتاسیا میگیرند. در نظام بانک اسلامی قبول و پرداخت فایز منع است و ضرر بین بانک و قرضگیر تقسیم شده است. بانک نخستین اسلامی در تاجیکستان در زمینه صاحبکار بانک تأسیس یافته به توحید بانک تبدیل نام کرد. سرمایه همکنون توحید بانک به 65 میلیون سومانی برابر بوده است. این بانک در تاجیکستان عملاً میانه‌های ماه نوامبر به کار شروع می‌کند. مسئولین بانک اسلامی گفتند یک قشر اهالی وابسته به اعتقاد خود از خدمت‌رسانی‌های بانک‌های عنعنوی استفاده نمی‌کنند و توحید بانک می‌خواهد این خالیگی را پر کند. یعنی یک قسم زیادی اهالی بیرون از نظامی رسمی بانکی مانده است. بنابر سببی که آنها نمی‌خواهند
یعنی بنابر سبب مثال پرینسیپ‌های اخلاقی اعتقادی خود نمیخوان با بانک‌های عنعنوی کار کنند. در آغاز فعالیت بانک اسلامی نسبتاً محدود بودند، بیشتر در اساس عهد مرابحه به مشتریان خدمت رسانیده می شده است. یعنی بانک وابسته به درخواست و انتخاب مشتری مال و اشیای ضروری را خریداری کرده به علاوه مبلغ به او می فروشد. مزاج هم دوره به دوره این مبلغ را به بانک برمیگرداند. برای فعالیت هایی که مخالف شریعت اسلامند بانک مبلغ گذاری نمی کند، چون این فعالیت ها از جانب کمیته مخصوص در بانک معین و نظارت می شده است. و اون عملیاتی که غیر شریعتی گذرانده شد به خیریه روان کرده میشه. این ما معین میکنیم اعضای کمیته خدمت رسانی اسلامی امن معین میکنند. تأسیس اولین بانک اسلامی در حال صورت میگیرد که در 4 سال اخیر چندی از بانک‌های معمول در تاجیکستان دچار مشکل شدند. حالا اسم سهامان توحید بانک رسانه‌ای نشده است، اما اینکه معاون رئیس این بانک موحیدین اسدالله زاده پسری حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک است سر و صداهای را به میان آورده است. ولی به گفته نمایندگان بانک موحیدین از جمله مالکان آن نیست. با تأسیس نخستین بانک اسلامی کارشناسان میگویند تاجیکستان نیت دارد از یک سو باوری از دست رفته مشتریان را دوباره صاحب شود و از طرف دیگر سرمایه‌های بیشتری کشورهای اسلامی را جلب کند. مسئولین توحید بانک با توجه به فعالیت بانک‌های اسلامی در جهان بر این باورند که این نظام بانکداری بحران پذیر است و در تاجیکستان هم موفق خواهد شد. پزشکان توجیک میگویند در جامعه طرف زنانی که از حمل نخسته پیشگیری میکنند زیاد میشوند. در عین زمان تقسیم رایگان وسایل پیشگیری امکان داده است که سالانه در تاجیکستان از 100,000 تولد جلوگیری شود. با این وجود در بعضی خانواده‌های توجیک فرزند را نوابسته از شماره عطای خدا و اسقاط حمل و پیشگیری از آن را مخالف فرموده‌های شریعت اسلام میدانند. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله در همین باره گزارش دارند. وسایل پیشگیری از آبستنی را ساکنانی از 15 تا 49 ساله توجیک اکنون بیشتر استفاده می کنند. آن از 19% سالهای قبل تا 40% تغییر کرده است. سال 94 در آغاز اولی فعالیت این مرکز ها یعنی که اهالی 19% اهالی اوید همین مواد ها خبردار بودند، استفاده می بردند و خلاص. در تاجیکستان سازمان‌های بین‌المللی و جمعیتی در همکاری با مقامات به موضوع پیشگیری از حمل ناخواسته سر و کار دارند. در کشور ده‌ها مرکز ارزی وجود کرده است که حتی در دوردست‌ترین دهات وسایل پیشگیری از آبستنی را دسترس می‌کنند. کارشناسان بر اینند که رعایت نکردن فاصله تولد زن توجیک را بیمه‌دار و بیمار می‌کند. وقتی زن پای هم تولد می‌کنه مایب میشه زن. خوب‌ترش از هم ریفولا استفاده کنم اکثر بعد دیر تولد کنم. اسحاق با همسرش 4 فرزند دارند. پنجمش را نمیخواستند. یک تگه ابورت کردم بعد اینم کسلو سرشینه کیسته پیدا شد ممکن توزهش نکنم ممکن چیده باشید اینم شهرم بالنیسم یا این دفعه پیرسش کردم. دلیر پدر 2 کودک است. جانبداری با نظامی در تولد و استفاده از وسایل پیشگیری از حمل است. اما اقرار است از آن استفاده نکرده است. ما در فکرش هم نیستم در برای بخش گپ هم نیست. بر طبق اطلاع رسمی 50% زنان از حلقه داخلی رحمی استفاده میکنند. این خواهش زنان برای به نظم درآوردن حامله‌داری گاه‌ها انتقادهای شدید می شود. خداوند و فرد زن مرده که کم یک کار قطعی مشغول شود خداوند میدونه چی چیز دیگه چی دولت یک فرزند یک نعمت بی‌بهاست. من بها ندارد از فرزند لیکن بسیار آدم‌ها پیشگیری میکنند و خیلی میکنند من نمیدونم. در جهان هر سال 26 سентябр روز پیشگیری از حمل ناخواسته تجلیل می شود. از سال 2007 آن شعار پیشگیری از حمل ناخواسته زندگی و مسئولیت شماست را گرفته است. همه ساله ترغیبات مقامات حفظ صحتی توجیک به اویله ها در خصوص احتیاط از تولد زیاد می افزاید. میانی تصورهای رایج و این توصیه ها در جامعه سنتی برخورد جدی است که اجرای برنامه ها را در این سمت کند می کند.
دو روز پس بعد دو تأخیر و شکست مذاکرات آمریکا با طالبان در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. روز شنبه برای تامین امنیت این معرکه 140,000 سرباز افغان در 28 حوزه انتخاباتی این کشور مستقر می گردند. پرزیدنت کنونی افغانستان اشرف غنی با 18 نفر رقابت خواهد کرد. تخمین می شود که رقیب اساسی او عبدالله رئیس حکومت اجرایی این کشور خواهد بود. در انتخابات امسال جنگسالار گلبدین حکمتیار نامزدیش را پیشبری کرده است که در کشتار هزاران مردم آسایشته در سالهای 90 متهم می شود. انتخابات افغانستان برای تاجیکستان نیز پراهمیت است. با توجه به مرز مشترک طولانی، فضای افغانستان به این طرفی سرحد هم تاثیر می گذارد. سرانگیز نوروزشو و شادمانیتی گزارش می دهند. انتخابات افغانستان در شرایطی برگزار می شود که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع و حمله و ترکیش ها در این کشور بیشتر شد. اما نامزدها به مقام پرزیدنتی افغانستان با تمام تلاش به تبلیغ برنامه های خود مشغولند و از هر شیوه ممکن کار می گیرند. یک چیزی هم که در این معرکه ها توجه ساکنان تاجیکستان را جلب کرده است استفاده آهنگ معروف هنرمندان تاجیک در نوار تبلیغاتی اشرف غنی پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات است. آهنگ سوگندی وطنداری از جانب توبیش و جعفر آوازخوانان تاجیک سروده و بعداً از جانب هنرمندان افغان هم بازخوانی شده است. همین آهنگ بازخوانی شده هم در نوار تبلیغاتی اشرف غنی صدا می دهد. توبیش مؤلف آهنگ قسم میگوید استفاده آهنگ او در کارزار انتخاباتی کشور همسایه و مخصوصاً از جانب خود پرزیدنت باعث افتخارش است. برای من مهم نبود که از کدام مثلا حزب سیاسی استفاده می شود. اگر یک قدم به صلح آورده باشه و به وحدت یگانه‌ای که ما داریم خوشبخت‌ترین انسانم. تحلیلگران میگویند انتخابات نوبتی افغانستان از چند جهت از معرکه‌های سیاسی گذشته فرق دارد. به نظر من نامزدی که در قدم اول باید صلح در افغانستان پیاده کنه و در قدم دوم خیلی از پروژه های بزرگ اقتصادی که به دلیل ناامنی در افغانستان در حال تعویقند اینها عملا تطبیق شوند و یک رفاه و پیشروی و ترقی سرتاسری را در منطقه عملی کنند. رحمت الله عبداللهیف که در مسائل افغانستان تحلیل های زیاد دارد بر این نظر است که در صحنه سیاسی آن کشور هیچ گروه یا قوم در علاهیدگی نمیتواند به حل بحران افغانستان موفق شود. تامین امنیت، مسائل رشد مناسبت‌ها با کشورهای همسایه، مسائل رشد مناسبت‌های تجارتی، فکر می‌کنم این مسائل هستند که برای نیروهای سیاسی افغانستان مسائل کلیدی به حساب می‌روند. اکثر ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که نفری که در افغانستان سر قدرت می آید باید در قدم اول برای این کشور صلح بیارد. خود ساکنان افغانستان حالا آرزوی یک انتخابات شفاف را دارند. بخاطر از اینکه ما یک سرنوشت خوبتر داشته باشیم نیاز است که یک انتخابات شفاف داشته باشیم. فرهنگ و زبان و هم حدودی 1400 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان را به هم نزدیک می کند. هر تحولات در این دو کشور همیشه مورد توجه جانب هاست. از این رو نتیجه انتخابات شفاف را در این سوی عامو بی‌صبرانه انتظارند. به گزارش خبرگزاری رویترز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در فیلم حجتی شبکه PBS آمریکا که هفته آینده پخش خواهد شد خود را در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقجی مسئول دانسته است. بن سلمان گفته است از آنجا که خاشقجی تحت نظارت او به قتل رسید تمام مسئولیت حادثه را به دوش میگیرد. جمال خاشقجی که برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب مینوشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجالی را به راه انداخت. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نویدی بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.